الناز ملک یکی از چهره‌های جوان و آینده‌دار سینمای ایرانه که به تازگی در سریال نمایش خانگی سقوط ایفای نقش کرده. الناز ملک متولد دهه 70 و تاکنون اطلاعات زیادی در مورد خانواده‌اش منتشر نشده. به دلیل اینکه این بازیگر خوش‌آتیه سینمای ایران در سریال سقوط به زبان ترکی هم صحبت میکنه، برخی تصور میکنن او جزء بازیگرای آذری زبانه که البته در پیج اینستاگرامش خودش دختر ترک معرفی کرده. در واقع به دلیل تازه کار بودن این بازیگر چشم زن ایرانی و در دسترس نبودن مصاحبه‌های رسمی از اون هنوز نمیشه با اطمینان گفت که الناز ملک اهل کجاست. برای همین فعلا بهتره بگیم این بازیگر اهل ایرانه تا اینکه در آینده نزدیک خودش زادگاهش رو فاش کنه. از وضعیت ازدواج و همسر الناز ملک اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و در صفحه اینستاگرام خود عکسی به عنوان همسرش منتشر نکرده. الناز ملک علاوه بر بازیگری در عرصه نوازندگی نیز فعالیت داره. این بازیگر تو نواختن پیانو و گارمون فعالیت زیادی داره و بارها هنر نوازندگیشو با نواختن قطعات زیبا به رخ کشیده. جالبه بدونید اون اصلا شاگرد مؤسسه امین طارق و فرزاد معتمد نبوده و فقط از 5 سال پیش در کلاس‌های آزاد بازیگری امیر دژاکام شرکت کرده. در واقع اون فعالیت هنری خودشو با حضور در کلاس‌های آموزش بازیگری در مؤسسه اندیشه ماهان زیر نظر استاد امیر دژاکام آغاز کرده و با نقش آفرینی در 2 فیلم کوتاه به نام‌های کافه فراموشی و چاه سرخ و 2 تئاتر به نام‌های مکبث و ایوب خان توانست وارد عرصه بازیگری شود. او در اولین تجربه خود در زمینه بازیگری مینی سریال مقابل دوربین سقوط به کارگردانی سجاد پهلوانزاده رفت و نقش اصلی سریال رو ایفا کرد. نقش دختری به نام آیسان که به واسطه همسرش گرفتار داعش شد و تونست تجربه‌ای در کنار بازیگران مطرحی چون حمید فرخ‌نژاد و عباس جمشیدی به دست بیاره و با بازی خوبش به شهرت قابل توجهی دست پیدا کنه و شناخته بشه.